اول فر رو آماده میکنیم، رو 60 میذاریم تا خوب گرم بشه دما، میریم بقیه مواد رو درست. دوستان اول یک کم آب اضافه میکنیم چون ما شیر نداریم، آشپزی آسانه. میریزیم آرد توش. دوستان که ریختیم ما کم کم هم میزنیم تا مواد قشنگ با آب مخلوط بشه. دوستان تخم مرغ هم میزنیم قشنگ که هم خورد. بعدا کم روغن هم بهش اضافه روغن هم قاطی میکنیم دوستان. روغن قاطی میکنیم تا بعد دوستان یک کم نسکافه و یک کم هم گردو بهش اضافه میکنیم ببینیم چی از توش در میاد. این کیک درست کنید، نوش جان کنید. بله دوستان با دست پودرش میکنیم و میریزیم داخل. بله مرسی ممنون. امروز یه دستی فلج آوردیم متاسفانه نمیتونه، حالا میریزیم ملا تو داخلش. دوستان پخش میکنیم داخل قالب قشنگ. امروز یه دستی یار آوردم ولی متاسفانه پلشکاری یارم ماشاءالله. حالا میریم دوستان میذاریمش تو فر. بله میریم تا ببینیم چی پیش میاد. بله دوستان کیک آماده شده. اینم یه نسکافه جای همگی خالی.